سلام و درود بر شما تماشابینان و ابونچیان عزیز. امروز میخوام درباره یک مسئله است، مسئله داغین است، مسئله یعنی گم کردن جیگربند خود، یعنی فرزند. امروز یک پدر و مادر به ما مراجعت کردند که از شهر خیستیورزی ناحیه باباجان غفورов که جیگربند خود را گم کردند و آن پدری بزرگوار به ما مکتوب فرستادند. من حاضر مکتوب آن کس را میخوانم و تا شما فهمید که چی گپ است و چی است. 26 مارس سال 2007 به شهر یکی سنت پتربورگ روسیه کلانوف اسراربای رشیدویچ یعنی به مهاجرت رفتند. سال تولدشان 11 دکبر سال 1982. 23 نوامبر سال 2007 زنگ زدند یک بار و 24 نوامبر سال 2007 به تلفنشان پدری بزرگوارشان زنگ میزند. تلفن خاموش است و با همین این شخصیت گم شدند، یعنی غیب زدند. و امروز پدر و مادر این شخصیت و ما رسم روان کردند تا ما در شبکه خود گذاریم تا آن شخصیت هایی که آن آدمانی که این کس را میشناسند یا میدانند یا ممکن دیدن این شخصیت را با ما مراجعت کنند، بی‌طرف نباشند، با ما زنگ زنند و در رقم های تلفنی در زیر این ویدیو بوده زنگ زنند. باور کنید این مسئله داغین است. گم کردن فرزند، گم کردن جیگربند، این یک مسئله هست. باور کنید گریه آلود است و شخصیت را به گریه می آورد. بیایید برادران عزیز بی‌طرف نباشیم و کمک کنیم به این مادری پدری امیدواری هستند که ما با آنها امیدوارند که ما کمک میکنیم و این کمک ما هم بسیار یک پول مبلغ نمی رود. فقط چی است؟ این ویدیو ما را پهن کنید تا دیگرها بینند. ممکن این شخصیت را دانند، ممکن زنده باشد این شخصیت. در آغوش گرفتن این فرزند جیگربند، این باور کنید یک خرسندی است. پدر مادری آن شخص که خرسند شد، ما هم خرسند هستیم. دلی آنها خرسند شد، دلی ما هم خرسند است. بیایید برادران عزیز بی‌طرف نباشیم. من امیدوار هستم که ما خدا خواهد انشاءالله این شخصیت را میابیم و درباره‌شان معلومات ها هم خواهیم دریافت کرد، فقط با یاردم شما و با کمک خداوند متعال. باقی در امان خدا باشید. خدا یار و مددگار شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما هستم حسین نوریدین، آواز کانال فکری شما. دوستای عزیز باور کنید خیلی غمگین شدیم در این نامه. این پدری بزرگوار انتظار هستند، زنده جدا بودند در فرزند. این کنید یک روزی سخت است. امیدوار هستیم که این برادر عزیز ما کلانوف اسراربای زنده هستند. انشاءالله برادر عزیز بی‌طرف نباشید. شاید کسی دیده باشد، همین نوار رو به دیگران رسانید. انشاءالله امیدوار هستیم، بنده به امید است. خدا خواهد با خواست الهی بزرگ با یاردم شما این برادر ما خواهد پیدا شد و این پدر و مادر رو انشاءالله ما همگی انشاءالله خرسند میکنیم. برادر عزیز خیلی غمگین شدیم. باور کنید چی گفتن رو نمیدونم. پدلی سکنه دوست عزیز، با خیلی در امانی الله باشه.